بهترین. امروز اومدیم یه دور تو صحرا در تلماسه های خوبه. اینجا کجاست محمد جان؟ توروده؟ کویر تورود که بهش میگن چاهجان اگه اشتباه نکنم. خب بریم که داشته باشیم. اینم دداش. دوستان درست ما اومدیم کویر، ولی خب اینجا بهش بیشتر میخوره یه جا دیگه باشه. اصلا به کویر نمیخوره، بسیار سرد و غیر قابل تحمل. شما اینجا رو نگاه کن. با این وضعیت اومدیم که تور کویر بسیار سرده و غیر قابل تحمل. باز هم میخوام یادی کنم از عزیزی که منو دعوت کرد به این تور. جان همونی که منو دعوت کرد به تور رو بریم که داشته باشیم. داریم میریم بالا. از این جمعیت ما کم دور شیم و میریم چه خبر بالا در تلماسه های این کویر. چه خبر است؟ بچه ها من رد یک 4 پا میبینم. خدا 2 قدم بیشتر بر نداشتیم من رسیدیم. همونجا دم ماشین کارمون انجام میداد. یا یاوری کاش از همون اول میدونستم عشق تو دروغه، فریبه. فکر نمی‌کردم یه روز باهات بشم غریبه. فضا بسیار تو این مسیری که ما داریم ما هیچ خبر نیست به خدا. همش یکی، یعنی مسیر همش یکسان. فقط یه خورده از کوههایی که در سمت چپ بنده قرار داره میتونید لذت ببرید. و اینکه کلا آقا نه کرد مثلا کنسل، اصلا تور کویر کنسل هیچی نداره. هی میگن تور کویر نه، چیز خاصی نداره. هر کاری که پیشنهاد نمیشه. تور کویر اونجاش که با آفرود میای آهنگ میذاره بعد همچین وضعیتی بود که بیام، ولی دیگه تو این وضعیت از جذابیت بعدی میشه به برف گرفتن در کویر اشاره کرد که داره برف میاد. این هم کوه بسیار زیبا که واقعا ارزش دیگر نداره. آقا نیاید از من به شما نزده. همش همین، همش شروسه و یه خورده کوه زیبایی که الان داره محو میشه، داره محوش میکنه. اون ارزش نداره.
خب دوستان همونجور که در تصویر مشاهده میکنید برف گرفت تو کویری که خشکی داره برف میباره و شارو برف نمیده. دقیقا وضعیت خیلی داغونه، خیلی داغونه. میخوایم برگردیم اجازه نمیده. هی خدا کسرا، این کسراست. کسرا تو چی میخوای؟ کسرا بلد نیستیم میرو ولی خب خوبه. ماش داره درست میکنه. حجاب کن برادر، حجاب کن تا نشونت بدم. این سود برای سگ نیست پس برای چی؟ واقعا میگم. بعد حجاب کردی؟ خب بعد حجاب کردم. به به سلام علیکم. نمیشه که دلی شما خوبی؟ سلامتی؟ بچه ما اومدیم تو کویر برف بازی، دلتون بسوزه. خب دوستان عزیز ما اومدیم کویر. اینجا کویره. به هر چیزی میخوره جز کویر. خواستم یه سلام کنم به معلم مطالعاتم، معلم جغرافیام که انقدر خوب آموزش به ما دادن، گفتن که تو کویر برف نمیاد. درود دوستان، امیدوارم تو خوب. وای چقدر بده. واقعا اینو همین الان به معلم جغرافیای سال سوم هم بگی سکته میکن. کی تو کویر برف دیده که ما و نفر تو بعدیش باشی. آره دوست داداش کوشی یاش چون نبینم آمه داشت. سلام علیکم. آره کویر برف میاد. این برف نیست کولا. خب بچه ها سلام. تور فوق‌العاده است تور. هرچی از خوبیاش بگم کم گفتم. تور فوق‌العاده است. آره هلیکوپتر بفرست. خانم نصرتی عالیه تورتون، فوق‌العاده است. اصلا ما داریم میرسیم به نه اینجوری ما الان داریم میرسیم به نمیدونیم کجا ولی میگن داریم میرسیم به اتوبوس‌ها، یه جایی مینیبوس‌ها. خیلی خوبه دوستان، خیلی دوستان. ما هنوز هست نرسیدیم. فکر کنم این مسیر گم شدیم چه دروغ. گم شدیم ولی واقعا تجربه بسیار جالب و دردناکی بود که تو کویر برف دیدیم و تمام هم نمیشه. خب اینجایی که ما رسیدیم هوا بسیار عالی، مسیر بسیار عالی و بچه خوبی هستن. تو لیدرمون رو نشون بده. تو لیدر رو بگی انگشت داخل. نه فیلم بردار کجه. مرسی که تا اینجا ما رو دنبال کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارین. میخوامتون ماچ کلتون.